کف رو میخوایم درست کنیم بریزیم. یه دونه آستر میکنیم به عنوان پرایمر، چسب T100. این چسب T100 باعث میشه که هم تمام درزای زیر کار بسته بشه، هم چسبندگی اون ملاتی که ما درست کردیم فوق‌العاده بشه. با یه تی ببین کف اصلا چقدر داغونه، از نهایت نداره این کف، خیلی کف اصلا چاله و چوله. مثلا اینو میزنید، حالت پرایمر داره برای کارتون، میزنید، اجازه میدید که چند دقیقه قشنگ به خورد بتون بره، کاملا خوش بشه. از این زاویه فکر کنم بهتر میبینید که چقدر این سیمان خرابه. حالا دارن میزنن بچه‌ها اینو. اینجا ملات آماده شده که ترکیب شده با چسب 300 به اضافه یه سری افزودنی دیگر رو ما برای این رو سطح بریزیم. تو سطلا میریزیم و میخوایم ببریم اون قسمت. خب ملات رو اینجا میریزیم. حالا خیلی از عزیزان مشکل اینو دارن یا این استرس و استرابو دارن که وقتی ملات رو میریزیم با چی صافش کنیم، چطور صافش کنیم که قشنگ سطحمون اوکی بشه. ما میخوایم بهتون نشون بدیم که اصلا نگرانی نداره، یعنی با راحت ترین حالت شما میتونید این ملاتی که اینجا ریخته شده رو تو سطحتون پهن کنید با یه دونه تی لاستیکی. اوکی، همینجوری راحت پهنش کنید ملاتتون رو و تی لاستیکی کار کمچه و ماله و همه چی رو براتون انجام میده. تمام چاله چوله ها رو پر میکنه. حتی توی شیب بندی سخت پشت بوم، اگه کار پشت بوم هم داشته باشید شما این کار رو مجبورید انجام بدید. یعنی اینکه برای شیب بندی پشت بومتون حتما باید یه سری سیمان استفاده کنید. اگر که از چسبای مخصوص استفاده نکنید، سیمان جدید خوب به سیمان قدیم چسبندگی پیدا نمیکنه و باعث میشه که سیمان جدید کنده بشه. پس حتما شما میتونید از این چسب T100 استفاده کنید برای تولید اون ملاتتون که ترکیبی از سیمان، یه سری افزودنی ها به سیمان به اضافه ماسه بادی یا خاک علک شده است. به راحتی این ملات رو درست میکنید و سطح رو صاف میکنید. ما داریم اولین قسمت ملاتمون رو میریزیم که تمام چاله چوله ها رو بگیریم. اینجا هم داریم باز میکنیم. اعصاب ما زندک اسمش داره اینو پهن میکنه. خیلی خوبه. ببین تمام چاله ها از این زاویه من بهتون نشون بدم. این قسمت تقریبا تمام چاله ها پر شده، هرچی ترک داره چاله داره کاملا پر میشه و خود این ملات واترپروف هم هست. یعنی خود این ملات به عنوان یه عایق کامل میتونه قابل استفاده قرار بگیره. بسیار هم سفت و محکم میشه و در برابر ضربات و فشارهای محیطی کاملا مقاومه.